سلام دوستان، ببینید امروز اومدیم که گزینه های دیگره در برنامه ورد بخش اینسرت رو یاد بگیریم. اول وارد میشیم. خب میایم به بخش اینسرت. ببینید در پست قبلی ما آپلود کردن عکس رو یاد گرفتیم. دوباره یک عکس از بخش دیس دیوایس انتخاب میکنیم. خب ببینید من مثلا این عکس رو انتخاب کردم و میخوام ببینید مثلا اگه من روش راست کلیک کنم و رپ تکست رو بزنم و بعد اسکوئر رو بزنم، میتونم تغییر جاش رو تغییر بدم و میتونم بزرگ یا کوچیکش کنم که من این کار رو نمی کنم. خب ببینید یه بخش دیگه هم این کرپ، اگه این گزینه رو بزنیم میتونیم مثلا ما یک بخش عکسمون رو نیاز داریم، با قسمت کرپ میتونیم این کار رو بکنیم. اگه اون گزینه رو انتخاب کنیم و بعد کرپ رو بزنیم، ببینید فقط اون بخش برامون مونده.